بعضی چشمها قدمت دارند، تمدن دارند. بعضی نگاه ها از چند داستان عجیب، از رؤیت صحنه هایی که برای همه جلوی چشم نیست و از تلمبار حرفایی که نمیشه با زبان گفت به وجود اومدند. شاید تمام چشمها اصیلند، اما با نگاه حرف نمیزنند. من از حرف زدن چشمها دارم حرف میزنم. بعضیا کل کهکشان تو چشماشون جا دادن، عطر انسان واقعی رو دارن. یک موجود زنده بیازارن که طبیعتاً باید باشن روی زمین. مسلماً باید حق و حقوقی داشته باشن، ولی وقتی نگاهت میکنن میفهمی حق و حقوقی انگار ندارن. میفهمی بدی دیدن ولی بلد نیستن بد باشن اصلا. به اندازه‌ای که خودشون مهربونن، مهربونی نمیبینن. نگاه گیرا یک راز از روح میاد. یکی از لذت‌های زمین نگاه کردن به نگاه‌های زیباست. گاهی دلت میخواد نگاه‌ها رو قاب کنی بزنی به دیوار. گاهی پرمفهوم ترین حرفا از پشت پلک‌ها بیرون میاد. تکه‌ای از خوشبختی میتونه این باشه که یک جفت چشم که دوستت دارم و عاشقتم از نگاهش نمیافته هر روز بهت زل بزنه. دیکتاتورها به چشم بچه ها خیره نشدن هیچ وقت که دست نکشیدن از کشتار. یک نگاه مغموم کودک جنگ زده کوه رو میشکافه. دل سنگ شده ی اندازه یک مشکه دووم نداره، میریزه. گوش به چشم ها بسپارید که صدای بعضی نگاه ها خیلی زیباست، که حرفای بعضی چشم ها خیلی پرمعناست.